سلام. برای حل کردن این مسئله ابتدا یک الگوی ساده برای نشون دادن مجموع عددهای متوالی رو معرفی میکنم، چون از این الگو قرار استفاده بکنیم برای حل کردن. این الگو به این صورت به دست میاد که مجموع عددها رو به صورت مساحت یک چند ضلعی مانند این چند ضلعی قرمز رنگی که اینجا میبینیم نمایش میدیم. این چند ضلعی قرمز رنگ به این صورت ساخته میشه که در سطر اولش 3 تا چهارگوش شطرنجی کنار هم داره. در سطر بعدی 4 تا داره. در سطر بعدی 5 تا داره. در سطر آخرم 6 تا داره. بنابراین مساحتش بر حسب یک واحد شطرنجی مساوی با دقیقاً عدد 18 هستش که مساوی با مجموع این 4 تا عدده. از این به بعد برای حل کردن مسائل مربوط به عددهای متوالی، مجموع عددهای متوالی، از این چند ضلعی ها استفاده میکنم. این چند ضلعی همونجور که میبینید شکل یک پله رو داره. بهش چند ضلعی پلکانی میگم، الگوی پلکانی. اگر یه همچین خط نقطه‌چینی رسم کنم، این چند ضلعی پلکانی به دو قسمت چپ و راست تقسیم میشه. در قسمت چپش یک مستطیل میبینید که یک ضلعش مساوی با دقیقاً اولین عددی هستش که قراره جمع کردن رو ازش شروع کنیم. یعنی در اینجا این ضلع مستطیل مساوی عدد 3 هستش. ضلع دیگه مستطیل که مساوی با ارتفاع پله ها باشه دقیقاً مساوی با تعداد عددهایی هست که قراره با هم جمع بشن و در اینجا مساوی با عدد 4. پس این مستطیل رو ضلع‌هاشو به یاد داشته باشیم. یک ضلعش اولین عدد، ضلع دیگه تعداد عدد. قسمت پله رو ببینیم. عرض پله رو اگر دقت کنید میبینید که دقیقاً مساوی با ارتفاع پله ها منهای یک واحده. اینجا ارتفاع کل پله ها بود 4 واحد که مساوی با تعداد عددها بود. بنابراین عرض پله 4 منهای 1 یا 3 واحده میبینید. این همیشه هست. یعنی اگر شما 10 تا عدد رو قرار با هم جمع بکنید عرض پله‌تون میشه 9 واحد. پس به این ترتیب ضلع‌های مختلفی که برای ما در حل کردن این مسئله مفید هستن رو به یاد داشته باشیم. یکی این ضلع که اولین عدده، یکی این ضلع که تعداد عدد هاست و یکی هم این عرض پله هاست که مساوی با تعداد عددها منهای 1. ولی نکته جالب اینجاست که من میتونم یک الگوی بهتر هم برای مجموع عددهای متوالی بسازم. چه صورت؟ به این صورت که من اگر 2 تا از الگوهای پلکانی هم اندازه رو کنار هم قرار بدم میبینم که شکلی که دارم مساحتش مجموع مساحت ها مساوی با 2 برابر مساحت یکی یا 2 برابر مجموع عدد هاست. مجموع مساحت آبی به اضافه قرمز. دو شکل هم نهشت و هم اندازه و هم مساحت هست. اگر این قسمت شکل آبی رو حول یک نقطه مناسب، مثلا حول این نقطه یه دوران بدم، دوران 180 درجه بدم و بعد به گونه اینو جابجا کنم که پله های دوران یافته آبی رنگ دقیقاً روی پله های قرمز رنگ بیفتن، یه شکل این چنینی به دست میاد. پله ها دقیقاً روی هم افتادن، هیچ جای خالی بینشون نیست و میبینید که شکل به دست اومده یک شکل چند ضلعی غیر عادی نیست. شکل به دست اومده یک مستطیله که به خوبی باش آشنا هستیم، کار کردن باهاش هم خیلی راحت. این مستطیل ضلع‌هاش هم به راحتی به دست میاد. خوبی کار اینه. مثلا این ضلع مستطیل که مساوی با همون ارتفاع پله ها باشه که عوض نشده، این همون تعداد عدد هاست. پس تا اینجا که مشکلی نیست. این یکی ضلع مستطیل چیه ببینیم؟ این یکی ضلع مستطیل تشکیل شده از اولین عدد، اگه یادتون باشه خطچین رو که رسم کردیم این قسمت بود اولین عدد، به اضافه عرض پله ها، بعد دوباره از این پلکان آبی، از این الگوی آبی رنگ دوباره یه مستطیل هم اندازه مستطیل دست چپ داریم. پس دوباره این قسمت، این پاره خط مساوی با اولین عدده. پس کل این ضلع مساوی با اولین عدد به اضافه عرض پله ها به اضافه اولین عدد. این 2 بار اولین عدد تکرار میشن، یه بارم عرض پله ها. عرض پله ها هم یادمون باشه مساوی با تعداد عددها منهای 1 هستش. خب از این به بعد به جای الگوی پلکانی از این مستطیل که تشکیل شده از 2 الگوی پلکانی با هم
یک جا استفاده میکنم. از مستطیل یعنی استفاده میکنم که مساحتش مساوی با 2 برابر مجموع مورد نظر ماست. پس اگه مجموع مورد نظر ما مثلا هست 42، از مستطیلی که ما استفاده میکنیم مساحتش باید بشه 84. ضلع‌ها رو هم دقت کنید چگونه بود. از این ضلع‌ها استفاده خواهیم کرد برای حل مسئله. مساحت مستطیل رو هم کاملا در نظر داشته باشیم. برای اینکه با الگوی جدید مستطیلی بیشتر آشنا بشیم، یک مثال حل میکنم. فرض کنید ما گفته شده این مجموع 4 به اضافه 5 به اضافه 6 به اضافه 7 به اضافه 8 رو به دست بیاریم. میخوام به کمک مساحت این مستطیله مجموعه رو به دست بیارم. مستطیل رو رسم میکنم. میگم این ضلع مستطیل مساوی با تعداد عددهایی که با هم جمع میشن. تعداد عددهایی که با هم جمع میشن اینجا بشماریم ببینیم چند تا، 5 تا هستن. پس این ضلع مساوی عدد 5. ضلع دیگه تشکیل شده از اولین عدد، عرض پله ها، اولین عدد. اولین عدد چیه؟ 4. از این 4 این یکم 4. عرض پله ها چیه؟ عرض پله ها یکی منهای تعداد عدد هاست. یعنی 5 منهای 1 یا 4. خب به این ترتیب مستطیل من همه اطلاعات مربوط به ضلع هاشو دارم. این ضلعش مساوی با 12، این ضلعش مساوی با 5. پس مساحتش مساوی خواهد بود با 5 ضرب در 12 یا 60. ولی ببینید این مستطیل 2 تا پله است که روی هم افتادن. پس هر پله به تنهایی 60 تقسیم بر 2 یعنی 30 هستش و 30 مساوی با مجموع مورد نظر ماست. چون مجموع ما مساویه با مساحت یکی از این پله هاست، نه مساحت مستطیل. مساحت مستطیل 2 پله با هم هستن. پس مجموع ما مساوی با 30 میشه. برای اینکه مسئله ها رو حتی با سرعت بیشتری بتونیم حل کنیم، لازمه یک نکته در مورد زوج و فرد بودن ضلع‌های مستطیل بدونیم. این نکته خیلی ساده است. نکته به این صورتی که اگر یک ضلع مستطیل که مساوی با تعداد عدد هاست عدد فرد باشه، عرض پله میشه عدد زوج. اگر یک ضلع مستطیل که مربوط به تعداد عدد هاست عدد زوج باشه، عرض پله میشه عدد فرد. خب این به راحتی قابل فهمه، برای اینکه عرض پله مساوی با طول این ضلع منهای 1. اگه این ضلع عدد فرده، عرض پله میشه عدد زوج. اگه این ضلع عدد زوجه، عرض پله میشه عدد فرد. پس عرض پله همواره زوج فردیتش مخالف با این ضلع مستطیل. این نکته به ما کمک میکنه تا بفهمیم کل طول این یکی ضلع مستطیل اصلا خودش عدد زوجی یا عدد فردیه. به چه صورت به ما کمک میکنه؟ به این صورت که چون قسمت وسط ما یک بار فقط تکرار میشه و چپ و راست 2 تا پاره خط مساوی هن، چه این 2 تا پاره خط مساوی زوج باشن چه فرد باشن، چون 2 تا از اینها با هم جمع میشن مجموع این 2 تا یه عدد زوج میسازه. در نتیجه طول کل این ضلع میشه یک عدد زوج که از این 2 تا تشکیل شده به اضافه یه عدد زوج این وسط. پس کل طول این ضلع میشه عدد زوج. در این حالت پایین کل طول این ضلع تشکیل شده از مجموع 2 عدد مساوی که خودشون میشن زوج به اضافه یه عدد فرد. پس کل طول این ضلع میشه یک عدد فرد. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که در الگوهای مستطیلی مربوط به مجموع عددهای متوالی با مستطیل‌هایی سر و کار داریم که همواره یه ضلعشون فرده، یه ضلع دیگه‌شون زوجه. حالا ضلع فرد میتونه تعداد عددها باشه یا میتونه این یکی ضلع باشه. هر کدومشون میتونن زوج یا فرد باشن، ولی همیشه اگه یکیشون زوج باشه اون یکی مخالفشه، اون یکی فرده. با همچین مستطیل‌هایی ما سر و کار داریم. غیر از این نداریم. یعنی ما مستطیل فرد نداریم، مستطیل زوج هم نداریم. مستطیل‌هایی داریم که فردیت و زوج بودن ضلع‌هاشون همواره مخالف هم. به این ترتیب رسیدیم به قسمت جالب حل کردن مسئله. گفته شده که عدد 42 رو باید به صورت حاصل جمع عددهای پشت سر هم یا متوالی بنویسیم. پس به صورت اگه الگوی پلکانی فکر کنیم، مساحت پلکان ما مساوی با 42. ولی اگه به صورت الگوی ساده تری که مستطیلی باشه فکر کنیم، مساحت مستطیل ما 42 به اضافه 42 یا 84. پس با مستطیل های سر و کار داریم به مساحت 84
ولی هر گونه مستطیلی هم 84 که باشه به درد ما نمیخوره. از اون مستطیلایی میخوایم که یه ضلعش زوج باشه یه ضلعش فرد و مساحتش 84 باشه. پس باید 84 رو به صورت حاصل ضرب دو عدد که یکی زوج یکی فرده تجزیه کنیم. 84 به 3 صورت تجزیه میشه که در اونها حاصل ضرب به صورت یک عدد زوج در یک عدد فرد باشه نوشته میشه. یکی به این صورت 7 در 12 است، یکی به این صورت 3 در 28 و یکی هم به این صورت 4 در 21. به جز این سه حالت زوج در فرد تجزیه نداریم برای 84. پس از این میتونیم بفهمیم که ما در این مسئله به 3 حالت میتونیم عدد 42 رو به صورت مجموع عددهای متوالی بنویسیم. حالا ببینیم این حالت‌ها هر کدومشون به چه صورت. اولین جواب مسئله ما از تجزیه 7 ضرب در 12 به دست میاد. یک مستطیل رسم میکنیم، یک ضلعش 7، ضلع دیگرش 12. چون تعداد عددها مساوی با 7 اینجا در نظر گرفته شده، مساوی با طول این ضلع، پس عرض پله میشه 7 منهای 1 یا 6. بنابراین از اونجایی که کل طول ضلع دیگه هست 12، این دو پاره خط مساوی هر کدومشون مساوی 3 خواهند شد تا مجموعشون بشه 12. و میدونیم که این پاره خط طولش مساوی با اولین عدده. بنابراین اولین عدد ما 3 خواهد بود. روی هم رفته 7 تا عدد هم باید با هم جمع بشن. یعنی 42 به این صورت از 3 شروع میکنیم، روی هم رفته 7 تا عدد متوالی رو به جلو میریم و جمع میکنیم تا 9 باید بریم جلو. این مجموع مساوی با حتما 42 هستش. این اولین جواب ما. جواب بعدی از تجزیه کردن 84 به صورت 4 در 21 به دست میاد. باز عدد کوچکتر رو میگیرم تعداد عددها، عدد بزرگتر رو میگیرم طول این ضلع. پس تعداد عددها که میشه این ضلع مستطیل هست 4، پس عرض پله میشه 4 منهای 1 یا 3 و از اونجایی که کل طول این ضلع مساوی هستش با 21، هر کدوم از این پاره خط‌های مساوی هم میشن 9. بنابراین اولین عدد من 9، روی هم رفتن بعد 4 تا عدد رو با هم جمع کنم. پس 42 به صورت مجموع عددهای متوالی از 9 و کل تعداد عددها 4 تا. بعد تا 12 بریم جلو. این هم جواب دوم مسئله ما هستش. مثلا اینجا میرسیم به جواب سوم. در این حالت 84 به صورت 3 در 28 تجزیه میشه. باز این ضلع رو میگیرم 3، ضلع بزرگتر میگیرم 28. بنابراین تعداد عددهای من 3، عرض پله من 3 منهای 1 یا 2. از اونجایی که کل طول این ضلع هست 28، بنابراین هر کدوم از این پاره خط‌ها طولشون هست 13 تا مجموع کل بشه 28. پس طول این پاره خط 13. این ضلع مستطیل کوچیکه هستش که اینجا اولین عدد به ما داده شده و مساوی با 13 خواهد بود در این مستطیل. پس باید عددهای متوالی رو از اولین عدد 13 شروع کنیم به جمع کردن و روی هم 3 تا عدد داشته باشیم. بنابراین از 13 جمع میکنیم تا 15 میریم جلو. این مجموع مساوی با 42 خواهد بود و این آخرین جواب مسئله است. به این ترتیب 3 جواب برای حل مسئله به دست اومد.